آخرین قسمت از سیستم تنفسی آلوول ها هستن که گفتیم که در امتداد رسپیریتوری برونشیول مجاری آلوولار و در ادامه کیسه های آلوولی و آلوول ها رو داریم. در واقع از همون رسپیریتوری برونشیول آلوول ها قابل مشاهده هستن. کیسه های بنبستی که اندازه‌شون 200 میکرون هستش و در یک ریه فرد بالغ در هر ریه در واقع تقریبا 200 میلیون آلوول وجود داره و سطح تماس در حدود 75 متر مربع هستش. خب این آلوول ها مسئول ساختار اسفنجی ریه هستن و جایی هستش که تبادل بین عروق خونی و هوای داخل آلوول ها اتفاق میفته. خب الان توی این شکل شما این قسمت رسپیریتوری برونشیول رو میبینید. گفتیم که برای اینکه بتونید تشخیص بدین در جدای رسپیریتوری برونشیول آلوول ها باز میشن. در ادامه رسپیریتوری به آلوولار داکت باز میشه که گفتیم به صورت یک راهرویی هستش که دیوارهای این راهرو همون آلوول هایی هستن که بهش باز میشن. بعد آلوولار ساک ها رو داریم که این آلوولار ساک گفتیم هم در انتهای مجرای آلوولار هستش که الان قسمت انتهایی مجرای آلوولار اینجا میشه و هم در جدارش هستش. ببینید الان یک آلوولار ساک هستش، اینجا هم یک آلوولار ساک که جدار آلوولار ساک رو همون آلوول ها ایجاد میکنن. الان این قسمت مجرای آلوولار، اینها هر کدوم که الان من دارم مبوسشم یک آلوول هستش، اینم یه آلوول دیگه که همین آلوول ها به داخل مجرا باز میشن به صورت اتاقک هایی که گفتیم به یک راه رو باز میشه و در قسمت انتهایی و یا در طول آلوول مجرای آلوولار کیسه های آلوولی یا آلوولار ساک رو داریم. اینجا هم مجرای آلوولار رو میبینید و این هم کیسه آلوولی. خب بازم یه شکل دیگه از برونشیول تنفسی، مجرای آلوولی، آلوئول و آلوولار ساک هایی که میبینید. حالا من توی این شکل که خیلی بهتر هستش میخوام به شما بگم که چجوری آلوولار ساک رو از آلوئول تشخیص بدید. خب رسپیریتوری برونشیول خب جدارش مشخص هستش، به جدار این رسپیریتوری آلوولار ها باز میشن. این یک آلوولار داکت هستش که به صورت دو شاخه‌ای شده. ببینید در مورد آلوولار ساک اینجا یک آلوولار ساک هستش، این یه تیکه مثل یک سویتی در نظر بگیرین که همه اتاقها به یک هال باز میشن. ببین الان این یک آلوولار ساک هستش، مثل پره های گل هم هستش. یه دقت بکنید این الان یک آلوول هستش، این آلوولار ساک هستش. در واقع فضایی که چند تا آلوول دارن بهش باز میشن که گفتیم همون حالی که گفتیم چند تا اتاق توی سویت به یک حال مشترک باز میشن رو بهش میگیم دهلیز. پس اینجا دهلیز هستش که چند تا آلوئول، ببینید این قسمت ها دارن بهش باز میشن، مجموعه این رو میگیم آلوولار ساک. یا اینجا نگاه بکنید اینها هر کدوم یک آلوئول هستش که داخل این فضا داره باز میشن که این فضا رو گفتیم دهلیز هستش. ببینیم شبیه پره های گل هستش. اینو نگاه بکنید چند تا آلوئول که به یک فضای تو خالی مشترک باز میشن رو بهش میگیم آلوولار ساک. خب در جدار آلوول ها اپیتلیوم از نوع سنگ فرشی هستش. قبلا هم اشاره کردیم گفتیم توی رسپیریتوری برونشیول جایی که اینجاها جایی که آلوئول داره باز میشه اپیتلیوم دیگه میشه سنگ فرشی، در صورتی که مابقی قسمت ها اپیتلیوم از نوع مکعبی بود. بنابراین در جدار آلوول ها مجاری آلوولار و کیسه های آلوولی اپیتلیوم به طور کل از نوع سنگ فرشی هستش، سنگ فرشی ساده. اما در مورد رسپیریتوری برونشیول هم سنگ فرشی هستش هم اپیتلیوم مکعبی. بنابراین اگر بخوایم بگیم که اپیتلیوم رسپیریتوری برونشیول به چه صورت هسته، شما هم باید مکعبی رو اشاره بکنید هم سنگ فرشی که در محل باز شدن منافذ آلوئولی هستش. باز اپیتلیوم از نوع سنگ فرشی هستش. دو نوع ما سلول در این اپیتلیوم میبینیم. یکی سلولهای آلوئولی نوع یک هستش که این سلولهای سنگ فرشی هستن که 95% سلولهای
جدار آلوول از نوع نوموسیت 1 هستش، سل‌های آلوولار یا نوموسیت نوع 1 و 5% مابقی سل‌های آلوولار نوع 2 یا سل‌های نوموسیت نوع 2 یا سل‌های سپتال هستش. خب سل‌های نوع 1 سل‌های سنگ فرشی هستن که خیلی نازک شدن، در واقع ارگانل ها اطراف هسته سلول هستش و سیتوپلاسم خیلی نازک هستش. این نازک بودن سیتوپلاسم به تبادل گاز کمک میکنه. بعد نکته دیگه این هستش که سلول های نوع 1 که گفتیم فراوانترین سلول ها هستن، بینشون اتصالات محکم و اتصالات دسموزوم هستش. دسته بعدی سل های نوع 2 هستش که اینها سل های مکعبی هستن که به صورت برآمده به داخل فضای آلوئول دیده میشن. اینها 5% مابقی رو ایجاد میکنن. سل های نوع 2 و سل های نوع 1 با همدیگه اتصالات محکم و اتصالات دسموزوم رو دارن. این سلول ها وظیفه ترشح سورفاکتان رو به عهده دارن. خب الان شما توی این شکل یک سلول نوموسیت نوع 2 رو میبینید، به صورت مکعبی برآمده به داخل فضای آلوئول هستش. با توجه به ارگانل هایی که در داخل سلول هستش، این سلول در ترشح سورفاکتان نقش داره. سورفاکتان ببینید یک ترکیب لیپیدی پروتئینی هستش و فسفات دیلکولین جزء اصلیش هستش و نقش سورفاکتان این هستش که کشش سطحی رو کاهش میده. در واقع این سورفاکتان در سطح آلوئول ها قرار میگیره، یعنی یک پوشش برای آلوئول ها ایجاد میکنه و یک باعث میشه که کشش سطحی کاهش پیدا بکنه و این نقشی که داره باعث میشه که آلوئول ها در زمان بازدم رو همدیگه نخوابن، از کلپس شدن اونها جلوگیری میکنه. از طرف دیگه در زمان دم به آلوئول ها اجازه میده که با نیروی کمتری اتصاب پیدا بکنن. خب در نوزادان نارس که سورفاکتان حالا ترشح نمیشه به خاطر حالا عدم تکامل در سلول های نوموسیت نوع 2، باعث میشه که این نوزادان دچار زجر تنفسی بشن. خب یه ویژگی بارزی که توی سل‌های نوموسیت نوع 2 می‌بینیم این اجسام لاملار یا لاملار بادی ها هستش. اینها رو ما توی میکروسکوپ الکترونی یا با تم خیلی راحت میتونیم ببینیم. اجسام لاملار در واقع گرانول های قشاداری هستن که به اندازه 100 تا 400 نانومتر که این گرانول های قشادار به صورت موازی با همدیگه قرار گرفتن و این اجسام لاملار رو ایجاد میکنن. در واقع در داخل این گرانول ها لیپید، فسفولیپید و پروتئین هستش که در واقع همون ترکیبات سورفاکتانت هستش که گفتیم نهایتاً در سطح آلوئول قرار میگیره و کشش سطحی رو کاهش میده. خب ببینید بین آلوئول ها سپتوم بین آلوئولی هستش. الان این یک آلوئول هستش، اینم یه آلوئول دیگه، بینشون یک سپتوم ایجاد میشه، سپتوم بین آلوئولی که این سپتوم بین آلوئولی بین 0.1 تا 1.5 میکرومتر اندازش هستش، ضخامتش هستش و در جدار این سپتوم خب سلول های سنگ فرشی نوع 1 رو داریم. در داخل سپتوم مویرگ خونی رو داریم، شبکه مویرگی که این شبکه مویرگی در واقع غنی‌ترین شبکه مویرگی هستش که در بدن میشه مشاهده کرد. علاوه بر اون لوکوسیت ها، فیبروبلاست ها، الیاف کلاژن و الیاف الاستیک و رتیکولر هم در این سپتوم دیده میشه. خب نقش اون الیاف الاستیک و رتیکولر این هستش که در زمان دم الیاف الاستیک اجازه میدن که آلوئول ها اتصاب پیدا بکنن و در زمان بازدم از کلپس شدنش جلوگیری میکنه. از طرف دیگه الیاف رتیکولری که وجود داره، این الیاف رتیکولر در زمان بازدم از اتساع بیش از حد آلوئول ها جلوگیری میکنه و در زمان بازدم هم از کلپس شدن جلوگیری میکنه. در داخل این سپتوم گفتیم مویرگ ها هستش. مویرگ ها از نوع پیوسته هستش، جدارشون منفذ نداره و جدار اندوتلین خیلی نازک هستش. گفتیم سلول های دیگه مثل فیبروبلاست، لوکوسایت هم میتونه در دیواره وجود داشته باشه.
خب الان شما توی این شکل آلوئول ها رو میبینید و این هم سپتوم بین آلوئول. بنابراین این یک آلوئول و این هم آلوئول مجاور و سپتوم بین آلوئولی. این سپتوم بین آلوئولی شامل سلولهای آلوئولین، سلولهای نوموسیت و سلولهای اندوتلیال هستش. در واقع یک قشایی ایجاد میشه، یک سد ایجاد میشه که این سد بلاد ایر بریر یا سد خونی هوایی هستش. سد خونی هوایی میخوام ببینیم شامل چه سلول هایی هستش. قسمت رو الان بزرگ کرده، این تیکه هستش. اینجا آلوئول هستش و این هم رگ خونی، موی رگی که داخل سپتوم بین آلوئولی هستش. اینجا سپتوم هستش. خب این یه سلول نوموسیت نوع یک هستش. در جدار مویرگ سلول اندوتلیوم داریم و این هم قشای پایه‌ای که از هر دو تا سلول کنار همدیگه قرار گرفتن با همدیگه فیوز شده. مجموع این سه تا ساختاری که گفتم با همدیگه قشای رسپیراتوری یا رسپیراتوری ممبرن رو ایجاد میکنه که همون سد خونی هوایی هستش. پس سلول های اندوتلیال از جدار مویرگ ها که در داخل سپتوم بین آلوئولی هستش، سلول های آلوئولی نوع یکی در جدار آلوئول هستش و قشای پایه‌ای که کنار همدیگه قرار گرفته و با همدیگه یکی شده مجموعاً این سد رو ایجاد میکنه. خب تو این شکل شماتیک باز خیلی بهتر دیده میشه. اینجا سپتوم بین آلوئولی هستش، این آلوئول یک سمت که مربوط به یک بخش سلولهای نوموسیت نوع یک برای یک آلوئول و این هم آلوئول سمت مقابل هستش. قشا شامل سلولهای اندوتلیال جدار مویرگ، سلولهای آلوئولی نوع یک و قشای پایه‌ای که با همدیگه یکی شده. خب در این شکل شما سلولهای نوع دو که گفتیم به صورت مکعبی به داخل آلوئول برآمده شده و سلولهای نوع یک رو میبینید که به صورت سنگ فرشی هستش. تو این شکل هم باز سلولهای کشیده نوع یک و سلولهای نوع دو رو میبینید. دقت بکنید که علاوه بر این سلولها، سلولهای نوع یک و نوع دو، یه دسته سومی از سلولها هستش که ماکروفاژهای ریوی یا داست سل یا سلولهای غباری هستن. این سلولها ببینید توسط اون عروق خونی نوموسیت ها به وارد آلوئول ها میشن، در واقع دیواره آلوئول ها میشن، وارد اون سپتوم میشن و تبدیل میشن به ماکروفاژ. در واقع در طول این سیستم تنفسی، مسیر هوایی، قطعاً گرد و غبار و ذراتی هستش که باید توسط این ماکروفاژها برداشته بشه. علاوه بر اون ما اریتروسایت های پی رو داریم، گلوبول های قرمز فرسوده که اینها هم باید دوباره برداشته بشه. بنابراین ماکروفاژها میان ذرات گرد و غبار، کربن و اریتروسایت های پی رو برداشت میکنن. به خاطر همین هستش که توی رنگامیزی ها ماکروفاژها تیره تر دیده میشن. در واقع بخوایم تشخیص بدیم که اینها رو از سلولهای نوموسیت نوع دو، نوموسیت نوع یک که خب سنگ فرشی هستش، خیلی راحت تر قابل تشخیصه. اما برای اینکه بتونیم ماکروفاژها رو از سلولهای نوموسیت نوع دو تشخیص بدیم، وجه تمایزشون همون رنگ تیره‌ای هستش که ماکروفاژها دارن به خاطر آهنی که در داخل هموگلوبین اریتروسیت های پیر هستش و ذرات گرد و غبار و کربنی که در هوای استنشاقی هستش. این باعث میشه که ماکروفاژها به رنگ تیره در بیان. حالا این ماکروفاژ هایی که در داخل این جدار آلوئول و سپتوم بین آلوئولی هستش ممکنه سرنوشت های مختلفی داشته باشن. بخش عمده از این ماکروفاژ ها طی اون زنش موژک ها نهایتا از طریق اون جریان مایع که داخل آلوئول ها و برونش هستش، موکوسی که هستش، به سمت بالا میان و نهایتا وارد دستگاه گوارشی میشن، مری و بل انجام میشه. بخشی از اینها وارد سیستم لنفاوی میشن و تعدادی از اینها هم برای همیشه در داخل سپتوم بین آلوئولی و جدار آلوئول ها باقی میمونن. به همین خاطر هستش که ریه به مرور زمان ذرات سیاهی روش میشینه که مال توی افراد سیگاری به مراتب بیشتر هستش. خب این فعالیتی که گفتیم موژه ها انجام میدن و نهایتا ترشحات رو به سمت بالا میبرن باعث میشه که یک مایع ایجاد بشه به اسم مایع برونشی آلوئولی یا برونک آلوئولا.
در واقع این مایع ترکیبی از همون مایع برونش، موکوس برونش و ترشحاتی هستش که در داخل بالا پوشش آلوئولی هستش. همه اینها با هم جمع میشن یه مایع رو ایجاد میکنه که این مایع نقش حفاظتی حمایتی داره، از این نظر که میتونه ذرات گرد و غبار رو برداشت بکنه و از رشد باکتری ها هم جلوگیری میکنه. از این نظر که در این مایع لیزوزیم هستش. لیزوزیم توسط سل های کلاب یا همون کلاراسل ها، سل های نوموسیت نوع 2 و ماکروفاژ های آلوئولی ترشح میشه و میتونه از رشد باکتری ها جلوگیری بکنه. خب یه نکته در مورد سپتوم بین آلوئولی من اشاره بکنم. ببینید گفتیم که بین آلوئول ها سپتوم بین آلوئولی هستش. توی سپتوم منافذ آلوئولی یا آلوئولار پر هستش که اینها منافذ کهن هم بهشون گفته میشه. منافذی هستن به اندازه 10 تا 15 نانومتر که اینها میان آلوئول ها رو به همدیگه مرتبط میکنن. ببین الان این یک منفذ هستش، نه منفذ دیگه، و این منفذ که در داخل سپتوم هستش. قطعا این منفذ رو ما اگر رد بشیم وارد یک آلوئول دیگه میشیم. خب کارشون چی هستش؟ این منافذ آلوئولی در واقع باعث میشن که اون آلوئول ها به هم دیگه مرتبط بشن و فشار هوا رو توی آلوئول ها تنظیم میکنن. اگر احیانا یه برونشیول دچار گرفتگی یا انسداد باشه، باعث میشن که این منافذ باعث میشن که جریان هوا بین آلوئول های مجاور برقرار بشه، یه جور جریان کلترال ایجاد میشه. خب اکسیژنی که در داخل هوا هستش، داخل آلوئول ها هستش، هوایی که داخل آلوئول ها قطعا اکسیژن داره. این اکسیژن از طریق انتشار از سد خونی هوایی عبور میکنه. ببینید الان این طرف آلوئول هستش، اینجا هم که رگ خونی گفتیم این سد خونی هوایی هستش و به لایه ها اشاره کردیم. خب داخل آلوئول O2 هستش، اکسیژن هستش. این به صورت انتشار از سپتوم عبور میکنه و وارد مویرگی میشه در داخل سپتوم قرار گرفته و با هموگلوبینی که در داخل اریتروسایت هستش ترکیب میشه. CO2 هم که در داخل خون هستش به سمت آلوئول ها انتشار پیدا میکنه و بخش عمده این CO2 به عنوان H2CO3 در داخل اریتروسایت به سمت ریه ها میره. خب ببینید الان توی این شکل تمام تغییراتی که از تراشه تا آلوئول ها اتفاق میفته رو داره با یه شکل شماتیک نشون میده. ببینید اپیتلیوم رو داره نشون میده که گفتیم اپیتلیوم ارتفاعش کاهش پیدا میکنه. اول به صورت اپیتلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب مژکدار بود که نهایتاً در آلوئول ها که آخرین تقسیمات درخت برونشی هستن میشد سلولهای سنگفش. پس ارتفاع اپیتلیوم کاهش پیدا میکنه. گفتیم متناسب با همین کاهش ارتفاع ضخامت لامینوپروپریا هم کاهش پیدا میکنه. در مورد سلولهای گابلت، ببینید سلولهای گابلت هم روندشون به صورت کاهشی هستش و دقت بکنید که در برونشیول انتهایی دیگه سلولهای گابلت وجود نداره. البته تعداد خیلی کمی برونشیول انتهایی سلول گابلت داره، ولی خب به طور کل میتونیم بگیم که سلولهای گابلت در حال روندشون روند کاهشی هستش. سلولهای مژکدار باز هم اینها هم به صورت روند کاهشی داره. غدد گفتیم که در برونشیول ها دیگه ما غدد نداریم. ببینید که به اینجا که رسیده برونشیول ها دارن شروع میشن دیگه غدد دیده نمیشه، این هم روندش کاهشی هستش. قضروف گفتیم دیگه تو برونشیول ها دیگه وجود نداره. در قسمت های بالاتر به صورت حلقه ها قابل مشاهده بود و هر چقدر به سمت پایین میمدیم به سمت برونش های کوچیک‌تر به صورت صفحات مجزا دیده میشد. لایه ازرانی رو ببینید که روند افزایشی داره، منتها در قسمت های مجاری آلوئولار لایه ازولانی کم میشه و این الیاف الاستیک هستش که افزایش پیدا میکنه. بنابراین الیاف ازولانی از بالا تا پایین هستش، منتها در قسمت های پایینی این الیاف کاهش پیدا میکنه، الیاف ازولانی،
و الیاف الاستیک اضافه میشه. در واقع جایی که میتونیم بگه قیاس بکنیم بین نسبت قضروف به الیاف عضلانی و الیاف الاستیک، میبینید که همچین قضروف داره کم میشه، جاش رو الیاف عضلانی و الیاف الاستیک میگیره. خب آخرین قسمت هم پلورا هستش. میدونیم که هر ریه در داخل یک کیسه قرار گرفته، کیسه قشایی قرار گرفته که بهش پلورا گفته میشه. پلورا دو لایه هستش، پلورایی که روی ریه هستش پلورای ویسرال و پلورایی که سطح داخلی توراکس رو میپوشونه پلورای پریتال هستش. بین این دو حفره پلورا هستش که حاوی مایع سروزی هستش. در واقع پلورا یک قشای سروزی هستش. قشای سروزی مثل سفاق اینها از جنس مزوتلیوم هستن و میتونیم بگیم سلول‌هایی که توی مزوتلیوم هستش سلول‌های سنگ فرشی ساده هستن. علاوه بر اون این زیر اپیتلیوم که از سنگ فرش ساده هستش بافت همبند خیلی نازک داریم که رشته‌های الاستیک و کلاژن داره که توی رنگ‌آمیزی اختصاصی رشته‌های الاستیک بهتر دیده میشه. گفتیم بین دو تا لایه پلورا هم حفره پلورا هستش که داخلش مایع سروزی قرار گرفته که این مایع سروزی باعث میشه که یک حالت لوبریکن یا حالت لغزنده بین دو لایه ایجاد بشه و از استکاک یا مالش در پلورا جلوگیری میکنه. خسته نباشید.